درود بر شما عزیزان. برای تک تک شما عزیزان آرزوی سلامتی و شادکامی دارم. در خدمتتون هستم با آنباکسینگ یک مدل از چکش‌های تخریب آروا. چکش تخریب 11 کیلویی مدل 5243 که یکی از چکش تخریب‌های بسیار کارآمد این شرکت است. امروز با قسمتی از ویژگی‌های این محصول آشنا میشیم. همینطور که می‌بینی یک پوشش به عنوان جعبه رنگی برای این محصول در نظر گرفته شده که بعضی ویژگی‌های شاخص این محصول روی اون قابل مشاهده است. از جمله اینکه این چکش تخریب پرقدرت 1700 واته و قدرت ضربه در این چکش تخریب 40 جوله. آیکون STS پلاسی که روی جعبه درج شده به شما میگه که قلم این محصول 5 شیاره. همینطور که میبینید این محصول داره یک کیف بسیار مقاوم BMCه. داخل جعبه همونطور که مشاهده میکنید علاوه بر محصول یک عدد قلم نوک تخت، یک عدد قلم نوک تیز، تیوب روغن، دفترچه راهنمای محصول، کارت گارانتی 12 ماهه به همراه یک جفت زغال قرار داره. بهتون توصیه میکنم قبل از استفاده از محصول برای حد اکثر کارایی قدرت حتما دفترچه راهنمای محصول رو مطالعه فرمایید. کارت گارانتی که مشاهده میکنید این محصول رو به مدت 12 ماه گارانتی میکنه و شما میتونید به مدت 12 ماه از خدمات پس از فروش شرکت آروا برای این چکش تخریب 11 کیلویی استفاده کنید. در چکش تخریب 11 کیلویی آروا مدل 5243 برای سهولت کار شما یک دسته جانبی هم در نظر گرفته شده که به شما کمک میکنه با تسلط بیشتری از این چکش تخریب برای مصارف صنعتی و فوق صنعتی استفاده کنید. این محصول دارای طراحی صنعتی منحصر به فردی است و قطعاتی که برای ساخت این چکش تخریب به کار گرفته شده از بالاترین سطح کیفیت کارایی برخوردار هستند. زمانی که شما این محصول رو با قیمتی بسیار مناسب در مقایسه با چکش تخریب‌های همسطح خودش خریداری میکنید، جذابیت و محبوبیت این محصول برای شما عزیزان دوچندان میشه. از اینکه ما رو همراهی میکنید از شما سپاسگزاریم. با آروا همراه باشید.